تازه ترین خبرها و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ تقدیم شما میکنیم. درود. در برنامه امروز این موضوعها را داریم. گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگبار در طرابخانه استانبول را بر دوش گرفت. رسانه‌های ترکیه تخمین میکنند که او زاده آسیای مرکزی میباشد. حامیان حقوق نتیجه مانیتورینگ مؤسسه‌های پوشیده جمهوری را اعلام کردند که در مقایسه با سالهای گذشته بهتر بوده است. و یک زن بازنشسته 80,000 سومانی پسندازش را برای ترمیم و تعمیر راه‌های محله ودن اساسی دوشنبه صرف کرده است. شاید که خدا با اینم به نظر گرفته با کمتر عمری دیگر کرد که با من راحت اینو ببینم، معیشت اینو. گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگباری شب سال نو در یکی از طرابخانه‌های شهر استانبول را که حیات کمش 39 کس را از بین برد بر دوش خود گرفته است. در اظهارات این گروه تاکید شده است که حمله را یکی از سربازان به اصطلاح خلافت راه‌اندازی نموده است. روز دوشنبه نشریه‌های ترکیه هم از نقل نهادهای امنیتی این کشور ابراز داشتند که حمله بالای طرابخانه رینه استانبول را سلاح به دست گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی عملی نموده است که شاید شهروند ازبکستان و یا قرقیزستان است. خیرامان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. مقامات ترکیه جستجوی شخص حمله‌گر را که در تیراندازی شب 1 ینور 39 نفر را کشته 10 تن دیگر را مجروح نمود ادامه می‌دهند. گروه جهادی به نام دولت اسلامی توسط شبکه اجتماعی تلگرام ادعا کرده است که حمله به طرابخانه رین استانبول را یک سربازش انجام داده است. ترکیه عضو پیمان ناتو و ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا است که با هدف از مرزهایش دور کردن جنگجویان سنی مذهب در خاک سوریه بر ضد این گروه دهشت افکن عملیات پیش میبرد. حمله خونین به طرابخانه رین ساحل بسفور در حال به وقوع پیوست که ترکیه یک تبادلات ناکام نظامی و چندین بمبگذاری در شهرهای انکره و استانبول را پشت سر کرد. کارشناسان به وجه عموم گروه جهادی دولت اسلامی و جنگجویان کرد را مسئول این حمله ها می‌شمارند. از میان کشته شده ها 24 نفرشان خارجی بودند. یک منبع در کنسولگری روسیه در استانبول به خبرگزاری تاس گفت که یکی از قربانی ها زن روس بود و در آغاز او را همچون شهروند آذربایجان شناسایی کردند. در میان قربانی ها حداقل یک شهروند عربستان سعودی، 3 نفری از اردن، عراق، لبنان، یک تبع تونس، 2 هندی، یک عربی اسرائیلی، یک لیبیایی و یک شهروند بلژیک و ترکیه می باشد. یکی از خویشاوندان قربانی های حمله به خبرنگار رویترز گفت او سال 1978 به دنیا آمده بود، همسر و 3 دختر داشت. تقدیرش همین بوده است. همه چیز در دست الله تعالی است. بعد حمله 12 دکبر برلین که حیات 12 نفر را از بین برد و مسئولیت آن را هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی به دوش گرفت، جشن سال نو در سراسر اروپا زیر چاره‌های ایلاوگی امنیتی برپا گشت. خیرامان بقازاده گزارش میداد. اداره وکالتدار اوید به حقوق انسانی خود امبودسمن تاجیکستان و از محبسخانه‌ها، بازداشتگاه‌ها و قسم‌های نظامی کشوران نظارت و از نتیجهش گزارش آماده کرده است. مسئولان این نهاد پژوهش خود را به مقامات دولتی و سازمان‌های جمعیتی معرفی نمودند. شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها از مسائلی است که مسئولان محبس‌ها و بازداشتگاه‌های تاجیکستان را همواره مورد انتقاد قرار می‌دهند. در گزارش سازمان‌های بین‌المللی نیز گفته می‌شود که اکثر موردهای شکنجه در بازداشتگاه‌ها به خاطر دریافت اعتراف انجام می‌شوند. میرزا نبی خالقزاد با محتوای پژوهش نو آشنا شد. مانیتورینگ یا بازرسی مؤسسه‌های پوشیده تاجیکستان برای سال 2016 به انجام رسید و در یک نشست با شرکت نمایندگان سازمان دفاع از حقوق بشر و ضد شکنجه و همچنین از جانب اداره امبودسمن تاجیکستان و هم نماینده سازمان ملل متحد در تاجیکستان بررسی شد و در جریان نتیجه گیری ذکر کرده شد که در 10 مؤسسه پوشیده تاجیکستان بازرسی صورت گرفته است و همچنین در زندان‌ها، بازداشتگاه‌های موقتی تاجیکستان، سیزا و ایویس ها و همچنین بر علاوه این در قسم‌های حربی
تاجیکستان این بازرسی صورت گرفته است. در اینجا ذکر کرده شد که مسئله وضع مؤسسه‌های پوشیده EVSA هنگام بازداشت عیبدار شونده ها، یعنی وضع نگاهداری بازداشت شده ها بهتر و بهبود شده است، هم از نگاه قانونی و هم از نگاه حقوقی وضع بهتر شده است. ولی نمایندگان این نشست بیشتر درباره قسم‌های حربی ذکر کردند که قسم‌های حربی به ویژه از نگاه اجتماعی رو به بهبودی نهاده و خصوصا خوردنی برای سربازا در قسم‌های حربی بیشتر شده است. به قبل آنها شکر، روغن و نخود و دیگر خوردنی ها تا 10-15% بیشتر کرده شده است و از جمله در قسم‌های حربی که در منطقه های بلانکو هستند باز با فایز بیشتر تامین کرده می شدند. این یکی از نکته‌هایی هست که نمایندگان سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و ضد شکنجه و امبودسمن هنگام بررسی این بازرسی تاکید کردند. علاوه بر این درباره اینکه تاجیکستان تا هنوز عضو کنونسی ضد شکنجه نشده است و شامل این سند نشده است، جریان بازرسی مؤسسه های پوشیده و دیگر قسم های حربی آن طوری که باید انجام به طور آزاد و فاش و کشاد صورت بگیرد تا هنوز انجام داده نمی شوند و بررسی ها به طور وسیع و آشکارا صورت نمی گیرد و دسترسی برای دریافت معلومات ها نیز آشکارا صورت نمی گیرد. همین طور این گفته می شود که بازرسی مؤسسه های پوشیده تاجیکستان از سال 2013 به این طرف ادامه دارد و در سال 2017 نیز ادامه خواهد کرد و نمایندگان حقوق بشر، امبودسمن و سازمان های ضد شکنجه ذکر کردند که در سال آینده امیدوار هستند که باز هم وضع هم مؤسسه های پوشیده و هم قسم های حربی باز بهترتر خواهد شد. گزارش میرزانبی خالق زاد بود. بینندگان عزیز، نتیجه گیری از وضع حقوق بشر در مؤسسه های پوشیده تاجیکستان را در سایت www.azadi.org پیدا کنید و نظر خود را در این باره به ما ارسال نمایید. برنامه را ادامه میدیم. سناتور امریکایی جان مکین در رابطه با شرکت احتمالی روسیه در حمله های هکری در دوره انتخابات پرزیدنتی در امریکا دعوت کرده است که بر ضد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم تحریم جاری می شود. سفر هیئت قانونگذاران امریکایی را همکارمان فرزان محمدی پیگیری کرده است. آخر هفته گذشته سناتورهای آمریکایی جان مکین، لینسی گریهام و ایمی کلابوشر از اوکراین و گرجستان دیدن کردند. روز شنبه آنها همراه با پیوتر پوراشنکو پرزیدنت اوکراین به بنگاه نظامی واقع در دهه شیراکینو در نزدیکی خط مرز آمدند. جان مکین به نظامیان مراجعت نمود. من باور دارم که شما پیروز می شوید. من به این معتقد هستم و ما من بعد نیز تمام نیروی خود را برای تأمین هر چیزی که برای پیروزی شما ضرور است روانه خواهیم کرد. روز یکشنبه هیئت سناتوران آمریکایی به گرجستان سفر کردند. سناتور لینسی گریهام گفت احتمالاً در سال 2017 نسبت روسیه تحریم‌های نو جاری خواهند شد. برابر بازگشتن به امریکا ما از عملکرد روسیه در کشورهای بالتیک و اوکراین و گرجستان خواهیم گفت. ما باوری داریم که پوتین به حمله‌های هکری در انتخابات ما دست دارد. او دموکراسی را در جهان به هم می‌زند. حالا فرصت برای تحریم‌های نو فرا رسیده است که شخصاً به خود او، انرژتیکا و بانک‌هایش ضربه می‌زند. پس از این سناتورها به اسیت جنوبی رفتند. با یکی از ساکنان محلی جان مکین سبدی پر از خوراکواری را تقدیم کرد. بعداً تحکیم مناسبت‌ها میان امریکا و گرجستان را وعده داد. ما باید مناسبت‌های خود را گسترش بدهیم و درک کنیم که اگر ما به ولادیمیر پوتین مقابلیت نشان ندهیم، او به خشونت خود ادامه خواهد داد. ما باید او را بازداریم. در دایره سفر خود سناتورها با رئیس جمهور گرجستان، نخست وزیر و وزیر دفاع لیوان ایزاریا دیدار و ملاقات خواهند کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. یک زن بازنشسته در پایتخت کشور با پول جیب خود 10 کیلومتر راه را در یک چند کوچه دوشنبه تعمیر کرده است. این راه هنوز در زمان شوروی ترمیم شده در تابستان با چنگ و خاک و در زمستان بالای شدن ساکنان را عذاب میداد. قهرمان گزارش ما میگوید هدفش از این کاری ثواب خلاص کردن ساکنان از راههای ناهموار بود و برای این کارش از کسی منتداری را انتظار نیست. شادمان یتیم موضوع را ادامه میدهد. هر یک مسلمان آدم باید همه وقت در خانهش همین مرده زنده فکر کرده باید پسنداز داشته باشد.
این پسنداز من برای همین خیلی رضا بودم. من گفتم بیا برای ریز نکم کنم که شاید که خدا با اینم به نظر گرفته با کمتر عمری دیگر کرد که با من راحت اینو ببینم، معیشت اینو ببینم. تمارا منصورова از پسندازی خود حدود 10 کیلومتر راههای 5 کوچه اطراف محله معروف به ودناساس دوشنبه را که خودش هم در اینجا زندگی میکند با این مبلغ اسفالت کرده است. کوچه های محمد اوسیمی، پرایکنی، پولوتولیس، هزاره و حمزه حکیمزاده که ساکنان آن میگویند حدود 40 سال باز تعمیر نشده بود، در 3 ماه اخیر با مبلغ 80,000 سومانی تمارا منصورова نوسازی شدند. خیلی تا همین روز راههای ما بیزه بودن، راهها گشته نمیشد، ماشیندارا ماشینا عذاب میکشیدن. انا رحمت به همین اپای تماره که خیلی سهم خودشون نگذاشتن، من راهها حاضر خیلی نقص شد. وقتی بر باران لای تا زانو میشد آخر تمام جا همه جا ماشینا جزیر خودم با همین خیل بودیم. تمارا منصورова که حالا بازنشسته است، سراول نخواست در نزد کامرا درباره خیری کردهاش صحبت کند، چون میگوید این مبلغ را به خاطر ثواب صرف کرده است. مسئولان حکومت ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت گفتند که بعد از درخواست منصورova آنها شعبه راهسازی را وظیفه‌دار کردند با استفاده تکنیک خود راه را تعمیر کنند. نزدیکی 30 کارگر حدود 3 ماه 5 کوچه محله ودناساس را منفرش کردند. بسیار شدیم که امروز من این راههای ما اسفالت پوش شدن و ما بچه‌ها قطعی نبیرم، قطعی برآمده سیر و گشت میکنم کلی از که قطعی یا که سحر ما کار رفتم به عذاب نمیکشیم راهها شروع. تمارا منصورова میگوید وی صاحب کار نیست و طی چند سالی که در اداره های مختلف فعالیت کرده است به خاطر به اصطلاح روزی مبادا پسنداز کرده از جانب فرزندها نیز کمک ها دریافت کرده است. چند روز پیش در مجلس سالانه حکومت ناحیه اسماعیل سامانی برای کار خیرش این خانم را با سپاسنامه قدردانی کردند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. بابا جان عزیز خواننده معروف توجیک چند ماه می شود در بستر بیماری است و با تاسف میگوید نمیتواند در محافل مردم هنرنمایی کند. همکاران ما به عیادت این آوازخوانه شناخته رفتند. وقتی که در یار میشه آدم دیگه وقتی اون درماندی بعد دیگه هیچ چیز در چشم نمیتونه. بابا جان عزیز از هنرمندان مشهور تاجیک است که در 15 سالگیش به صحنه برآمده در اوایل سالهای 70 از خود به صفت یک آوازخوان کسبی درک داد. ترانه‌های اختری بلند، یادی وطن و معلم به او شهرت آوردند. او را شاگرد ظفر ناظم می‌دانند و همچنین هنرمند پذیرفتند که توانسته است مکتب خاص خوانندگی خود را اساس گذارد. بابا جان عزیز سال 1983 در قطار دیگر سرایندگان مطرح جمهوری تاجیکستان عنوان هنرپیشه خدمت نشان داده جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را صاحب شد و سال 1996 عنوان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان را گرفت. بابا جان عزیز سکته مغزی گرفته است و بر اثر آن نمیتواند مصرع‌های ترانه‌هایش را به یاد بیاورد. به یاد آورد هم به دشواری می‌سراید. جانی ما تو را خوردن چنده نمیتونم یعنی تو خده آدمی را برای زندگی مردن چنده. رحمت کلام تشکر. سراینده محبوب میگوید حالا از او خوب پرستاری میکنند. دوستان و همکاران از او خبر میگیرند. امید دارد سلامتیش برقرار میشود و به صحنه برمیگردد. و یک خبر از قزاقستان. مقامات این کشور میگویند که در پی قسماً فروروی یک بنای استقامتی در شهرک شاهان ولایت قرغنده دست کم 8 نفر کشته شدند. وزارت داخلی قزاقستان گفت که ساختمان روز 2 ینور فرو رفت اما سببش را شرح نداد. گروه‌های نجات در جای حادثه کار میکنند و مقامات میگویند که احتمالاً تعداد کشته شده ها بیشتر است. نجات دهنده ها 4 نفر از جمله 2 کودک را از زیر خرابه ها بیرون آوردند.
با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و تا برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما.